برگردون. 76% احتمال داره که نتونین توپو گل کنین. قیچی این 50% احتمال نرفتن توپ توی دروازه رو داره و این اصلا روش درستی برای اومدن سر تمرین نیست. حتی بهترین بازیکنای دوران ما هم اشتباه میکنن. اونا احتمال خطاشون زیاده. هرچی باشه اونا انسانه. ولی اگه انسان نباشن چی؟ خانم ها و آقایان، آینده فوتبال رو معرفی میکنم. جایگزین های ژنتیکی، تصمیم گیری بی عیب و نقص و نتایج کاملا تضمین شده همون چیزیه که مردم میخوان. فوتبال تغییر خواهد کرد. یه حرکت از نیمار، اولی رو دیریب میکنه، دومی هم همینطور، ولی سومی توپشو میزنه. این روی تو این بازی انگار همین بازیکن همیشگی نیست. به نظر میاد اون از دوران اوجش خیلی فاصله گرفته. ریبری ستاره سالهای گذشته باز هم ناکام. فوتبال تغییر کرده. ستاره ها از دوران اوجشون فاصله گرفتن. آیا فوتبال رونالدو تموم شده؟ باید ببینیم در آینده چه اتفاقایی میافته. تمرین تمومه. حالا میریم سراغ بسکتبال، ورزشی که طرفدارای خیلی زیادی داره. قبل از کمپانی بی عیب و نقص فوتبال یه پدیده غیر قابل پیش بینی بود، ولی من تغییرش دادم. به نظرتون بازیکنه خوب کجا؟ منظورتون اینه که دارن چی کار میکنن و کجا؟ چه فرقی داره؟ کتاب زلطان من زلطانم. زلطان بودم آج مشتری این کتاب داری؟ میگم صاحب مغازه در جریانه. بذار خودم بگم، همون تیر قبلیه. براتون شینیون کنم. ما اینجا چی کار میکنیم؟ تا تلاش کنیم برای نجات فوتبال. از سلیقت خوشم اومد. بازی که ما عاشقشیم داره از بین میره. جایگزینا دارن نابودش میکنن. ما باید به خودمون بیایم. باید میخوام بذارم فیسبوک گلاره. مدلمون میخواد اونا رو نابود کنیم، ولی اونا شکست ناپذیره. زلطان موافق. هیچ کس فکر نمیکنه اونا شکست بخورن، ولی شما میتونید. شما میتونید این کارو بکنید. من کاملا حاضرم. منظورم همتونید با هم به یاد بیارین چی باعث شده که یه بازیکن بزرگ بشین. شما از خطر کردن نمیترسین. فوتبال عشق شماست، ولی اونا فوتبال فقط به خاطر پولش میخوان. شما همه چیزتون رو برای پیروزی گذاشتین، تمام توانتون رو. هیچ چیز بدتر از این نیست که فوتبال قابل پیش بینی باشه. بازیکن‌های معروف به میادین فوتبال بازگشتند. آنها در یک کنفرانس خبری جایگزین‌ها را به یک مسابقه با قانون گل طلایی دعوت کردند. طبق توافق تیم بازنده باید برای همیشه از فوتبال خداحافظی کنید. با شما هستیم با بزرگترین رویداد فوتبالی دنیا جهان. در کار تماشای این مسابقه است. هر تیمی اولین گل رو بزنه برنده است. این جوجو ببین. هیچ چیز بدتر از این نیست که فوتبال قابل پیش بینی باشه. آها بیا بگیرش عزیزم. چه میکنه این بازیکن؟ تمام رو برم یه تری کلم گوشه بگه شلوغ‌تر میخواد. این شد یک چیز. به این میگم بازی. گلوریتون، سایت رسمی فروش محصولات گلوری.